سلام بچه ها، خوش اومدیم به ویدیوی من میخوام ولاگ سفر به کردستان رو براتون بذارم. اینجا ما تازه راه افتاده بودیم، توی که میبینید هزینه نیفتاده ممنون خوش بود. اینجا مسیرش بود که بچه ها خیلی طولانی بود، یه 8-9 ساعتی راه بود. اینجا دیگه دمدمای صبح بود دیگه، وسطای جاده بودیم، البته دیگه آخراش بودیم دیگه. گفتم یه منظره واسهتون بگیرم. منظره کلا کوهستانی بود بچه ها، این چیز خاصی نداشت. فقط یه جا ما یه مسیر رو اشتباه رفتیم، یعنی اشتباه نرفتیم ما به ما بله اینطوری که میبینید رسیدیم به برفا. اشتباه نرفتیم، ما از روی گوگل مپ رفتیم، گفته بودن این راه جدیدیه، ولی مثل اینکه راه نصف ساخته شده بود، یعنی از یه جایی به بعدش جاده خاکی بود، به خاطر همین اصلا خیلی طول کشید، نمیشد با سرعت بری دیگه. ولی عوضش اینجا خیلی قشنگ بود، یعنی این همه برف اومده بود اینجا، من اصلا فکرشو نمی‌کردم. دیگه یه ذره از منظر لذت ببریم. من 2 دقیقه سکوت کنم. خب بچه ما واسه یه سفر کاری بابام اول رفته بودیم شهر مهاباد. این داخل شهرش بود، من اولین باری بود میرفتم. فکر میکنم این یکی از خیابون اصلیاش بود که بازارش بود و اینا. اینجا هم یکم از توی شهر یکم بدون اصلیش که پاساژم داشت بود و اینا فیلم گرفته بودم. گرفتیم تو خیابونا، گفتم از شبش هم واسه تو فیلم بگیرم. بچه فقط مشکل شهرستان اینه که خیلی زود میبندن همه مغازه. البته محرم زود هم دخیل بود تو این داستان. آها رسیدیم به قسمت خوشمزه داستان. بچه اینجا یه بهش فکر کنم مزه طوری میگن. اینا یه چیزی داشتن اسمش کولیچه و شورمزه بود، یعنی نمیدونم خودو با یه چیزایی درست میکردن، داخل یه نونی که خودشون سرخ میکردن درستش میکردن میریختن، بعد با دوغ اینو میخوردی. من اصلا باورم نمیشد که نخود بتونه اینقدر خوشمزه باشه. البته نونش خیلی خوشمزه بود که خودشون درست کرده بودن که کولیچه همون نونه است، بعد با دوغ یه مزه شورشینی خاصی میداد، خیلی خوشمزه بود. خب بعد بچه ما اینجا چون 13 به در توی همون شهر مهاباد بودیم، یه سد داشت که ما رفتیم این سدش. اینجا منظرشون رو واسهتون فیلم گرفتم. که دیگه انتهای سد، خود سد رو دارین میبینید. بعد از اینجا ما تصمیم گرفتیم بریم شهر مریوان، به خاطر اینکه میگفتن که یکی از قشنگ‌ترین شهرهای کردستان شهر مریوانه. ولی ما نمی‌دونستیم که جاده مهاباد به مریوان اینقدر جاده پوپیچ و خمی باشه. این جادهشه، حالا البته خیلی معلوم نیست، ولی خب ببینید یه جاده خیلی تاریک دوبانده که ذره سخت بود توش رانندگی کردن. یعنی توی نقشه میزد مثلا 1-2 ساعت راهه، ولی راه انقدر پیچ و اینجوری 7-8 بود که 3-4 ساعت کشید که ما رسیدیم مریوان. خب این شهر مریوانه، ولی بهش میارزید چون واقعا خیلی قشنگ‌تر از مهاباد بود. این شهر مریوانه. حالا اینجاهاش که داخل شهرش که نیست. اینجا ما داشتیم میرفتیم دریاچه‌اش، میخوام بهتون دریاچه‌ش نشون بدم.
یه شهریه که بهش میگن شهر لکلکا. داشتیم میرفتیم به اون سمت. همینطوری که میدونید بچه‌ها کردستان خیلی جای سرسبزی، کوه ها همه سبز، دو خیلی سرسبزی میبینید. این روستای لکلکاه. البته خودشون میگفتن شهر لکلکا، گوگل هم زده شهر لکلکا، ولی خب یه روستاییه دیگه. این خود روستاه که ما از دوری لونه لکلکا رو دیدیم، خیلی قشنگ بود لکلکا. یعنی به نظر قشنگ‌ترین جاش همینجا بود دیگه. همکنون لکلک اینجا از چهار لکلک ها رو یه ذره ببینید، یه ذره زیبایی ببینید، خیلی قشنگ بود. با سختی و مشقت‌های فراوان رفتم بالای این صخره که این لکلک‌ها رو یه خود از نزدیک‌تر ببینم. اونم مامانمه میگه نرو بالا، خطرناکه، سر نخوری. داده بودم به بابام، خیلی تلاش میکردم که بتونم یه دونه عکس خوب با لکلکا بگیرم، ولی آخرش هم نشد، همش پشتیشو کرده بود به من. خب اینجا که سقوط نکنم صلوات نکردم دیگه، الان هستم زندم. بعد راستی بچه‌ها یه چیزی می‌خواستم راجع به مردم کردستان بهتون بگم که خیلی مردم خونگرم و مهمون نوازی هستن، جوری که اصلا شرمنده‌شون میشی. یه آدم بعد یه چیزی از مردم کردستان که خیلی واسه من جالب بود که اون مناره رو می‌بینید، اون پشت اون لکلک سفیده، اون مناره مسجده. مردم کردستان چون بیشترشون سنی هم، مسجدشون هم تک مناره است.
بعد اینکه خیلی واسه من عجیب بود که دم هر مسجدی که وای میسادیم پیر و جوون خرد و کلون همه میرفتن مسجد نماز میخوندن، یعنی مسجداشون خیلی شلوغ بود، خیلی مردم دینداری بودن. من از اینشون واقعا خوشم اومد. این آشش. بعد بچه‌ها ما از شهر مریوان رفتیم شهر سنندج و دیگه اونجا چون خیلی کوتاه موندیم یادم رفت واسه‌تون ویدیو بگیرم. داخل شهر مریوان یکی از دوستان پدرم که خیلی هم خانواده مهمون نوازی بودن میزبان ما بودن. من گفتم از پنجرهشون ویو خونهشون شهر رو بهتون نشون بدم. اینجا هم اینجا هم روزشه که دریاچه زریبار از اینجا معلومه. بعد اینکه اینجا واقعا هوای پاک و داشتی استشمام میکردی، تهران دیگه خبران نیست. بعد اینکه کلی هم به من لطف داشتن، یه سری لباس کردی آوردن من بپوشم باهاشون عکس بگیرم که حالا آخر ویدیو واسهتون میذارم. اینجا منو میبینید با لباس کردی، چون لباسشون واقعا قشنگ و زرق و برقی و جینگل و مستونه. من خیلی خوشم میاد. یه لباسم راستی به خودم کادو دادن. اینجا هم محوطه کنار دریاچه زریباره که گفتم بهتون نشون بدم. اینجا هم محوطه کنار دریاچه زریباره که خیلی مسافر میاد. بیشتر مسافرایی هم که میان خیلی همه عراقی هستن، این چون خیلی نزدیک مرز عراقه، همه از اونجا میان. اینم خود دریاچه است که پر نیزار شده و من توی اینترنت خوندم که این نیزارا دارن آب دریاچه رو هر سال کم میکنن. که دیگه ما از شهر مریوانم خدافظی میکنیم. اینا رو من توی مسیر گرفتم. اینجا اینو ببینید بچه ها، اینو توی رستوران خیلی قشنگ بود. بچه ها اینم لباسی بود که گفتم به من هدیه دادن از لباسای کردی که به این کت روش میگن سخمه، بقیه‌شو یادم رفتش میگفتن. مرسی بچه ها که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اینجا من لباسم پوشیده بودم دیگه، توی مسیر سنندج بودیم. ما به شهر سنندج هم سفر کردیم اما دیگه وقت نشد که فیلم بگیرم.